چند سالت بود که فهمیدی اگه زردچوبه رو بو کنی تا 8 ساعت دیگه خوابت نمیبره؟ زردچوبه قوی ترین ادویه دنیاست. اگه زردچوبه رو با گلاب ترکیب کنید، بذاری تو جای یخ بزنه، بعدش بمالی رو صورتت، جوشاتو کامل از بین میبره. اگه زردچوبه رو با نمک دریا ترکیب کنی، به خمیر دندونت اضافه کنی، دندوناتو به قدری سفید میکنه که دیگه نیازی به کامپوزیت نداشته باشی. اگه زردچوبه رو با یکم ماست و پودر قهوه مخلوط کنی و به صورت بزنید، کامل لکه های پوستتو از بین میبره و روشنایی و شفافیت پوستتون هم چند برابر میکنه. زردچوبه خواص خیلی بالایی داره. اگه میخوای بدونی برای سرماخوردگی، تقویت قلب، سنگ صفرا و پروستات چجوری از این ادویه معجزه‌گر استفاده کنی، حتما کپشن رو بخون. ازت میخوام که این ویدیو رو استوری کنی تا همه مردم از خواص عالی زردچوبه برای سلامتیشون استفاده کنن. برای دلگرمی دادن به منم یه خدا قوت کامنت ها برام بذار.